دیدین تو ایران هر وقت برف میاد سریع نمک میپاشن تا برف آب بشه و راه‌ها باز بشه؟ اما ژاپن داستانش فرق داره. بعد از اینکه برف سنگینی تو ژاپن اومد و رکورد بارش برف شکسته شد، ژاپنی‌ها یه جور دیگه باهاش برخورد کردن. برف‌ها رو جمع‌آوری کردن و با انتقالشون به دریا و تبدیلشون به آب شیرین ازش به عنوان منبع آب استفاده کردن. حتی تو این شرایط سخت هم به فکر آینده بودن. اما ایران قدیم اینطوری نبود. ما قنات داشتیم، آب انبار داشتیم، برفچال داشتیم. مثلا برفچال در ایران باستان مردم در فصل بهار به نشانه پایان کینه‌ها و کدورت‌ها برف‌های باقی مونده رو جمع می‌کردند و تو جایی مشخص انبار می‌کردند. این مراسم نه تنها آب مورد نیاز دامداری رو تو تابستون تامین می‌کرد، بلکه به رونق دامداری منطقه هم کمک می‌کرد. حالا فکر کن از اون روزا تا امروز چقدر مسیر رو عوض کردیم. ای کاش مسئولین ما قبل از روی کار اومدن چند واحد درس سیاست‌های ایران باستان پاس می‌کردن. شاید یاد می‌گرفتن به فکر راه حل‌های مقطعی و سطحی نباشن. یه جمله برای مسئولین بنویس: